بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تعالى في آية أخرى: نور على نور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له بالغدو والآصال. صدق الله العلی العظیم. برادران و خواهران عزیز، حلول ماه مبارک رمضان را بر همگان تبریک و تهنیت عرض می کنم. همان گونه که مستحضر هستین، امسال ما این ماه را در شرایط خاصی که پیش اومده با توجه به این وبای جهانگیری که رخ داده مجبور هستیم بیشتر مناسک عبادیمون و همچنین اذکار و نمازهای یومیه و نوافل را در خونه ها انجام بدهیم و محرومیت بزرگ امسال برای همه مسلمانان در سرتاسر عالم وجود دارد. آن هم محرومیت از زیارت مساجد، نماز جماعت، نمازهای یومیه و نماز جمعه و تراویح و غیر دیگر نوافل هم هستش. اما از طرف دیگری هم همان گونه که در آیه جلیل قرائت شد از سوره نور، قرآن خودش نور بالای نور و نور فوق نور هستش و خداوند اجازه داده که این نور در بعضی از خانه های بلند بشه و همچنین بعضی از خانه ها هستن که این نور افشانی همیشه در آنها صورت میگیره و ذکر خدا همیشه اونجا هستش و صبح و شب اونجا تسبیح و تهلیل خداوند متعال صورت میگیره. برادران و خواهران عزیز، ما امسال مجبور هستیم تا حد زیادی مناسک‌های ماه مبارک رمضان، عبادت‌های ماه مبارک رمضان را در خونه ها انجام بدیم و سعی کنیم که خونه های خودمون را همین خونه های قرار بدیم که در این آیه جلیل مورد اشاره قرار گرفتن، یعنی با ذکر خدا و با قرآن کریم و همچنین با تلاوت قرآن و عبادت و دعا، راز و نیاز خونه های خودمون را منور و نورافشان بسازیم. همان گونه که باز از رسول اکرم علیه السلام شما شنیدین که حقیقتا خونه هایی که در آن قرآن تلاوت میشه و ذکر خدا میشه و تسبیح و تهلیل صورت میگیره، اینا از بالا مثل بین خونه ها مثل ستاره ها میدرخشن و ملائکه خدا میشناسن و میدونن که کدام خانه اونجا ذکر خدا و تلاوت کتاب خدا صورت میگیره. کرامت و شرافت این ماه برادران و خواهران عزیز به قرآن کریم هستش. یعنی شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. یعنی در این ماه قرآن نازل شده. در اصل ماه رمضان ماه جشن میلاد قرآن هستش و ما میلاد قرآن را در این ماه جشن میگیریم و در این ماه ما باید با تلاوت قرآن مقابله هایی که صورت میگیره و فهم و درک قرآن این جشن را به بهترین وجه و باشکوه ترین وجه برپا کنیم. 3 مورد اینجا حقیقتا خیلی مهم هستش که برای احیای این ماه، اون هم عقل و اراده و همچنین وجدان خودمون رو به حرکت در بیاریم. برای عقلمون باید رو کتاب خدا با قرائت، با تلاوت و با ترتیل عقل خودمون رو به حرکت در بیاریم و راجع به مفاهیم قرآن کریم، آموزه‌های قرآن کریم، همچنین اوامر و نواهی قرآن کریم و معارفی که در قرآن کریم هستش، یعنی عقلمون رو به خرج بدیم و برای درک
این مفاهیم سعی و تلاش کنیم. همان گونه که امام علی علیه السلام هم در نهج البلاغه اشاره فرمودن، یکی از اهداف پیامبران به طور کل هم این استش که عقل‌های انسان‌ها را به حرکت در بیارن، یعنی عقل را عقل فعال بکنن. دوم، در آیه دیگری که مثلا خداوند متعال راجع به قرآن می‌فرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی هدف فوقانی، همه عبادت‌های اسلامی یک هدف فوقانی دارن، یعنی خود فی ذاتی اون عبادت مهم نیست، عبادت پله هست، پلکان به وسیله هستش برای یک هدف بالا. وقتی که راجع به نماز صحبت میشه میگه شما را از منکرات دور نگه میداره، از طغیان، از عصیان، و شما را به طرف خوبی و نیکویی و معروف هدایت میکنه. یعنی هدف بالای نماز اون، اگر اون هدف تحقق نیابه خب نماز مورد قبول واقع نشده است. و راجع به روزه هم همین، چون همچنین هدف بالاتری خداوند متعال تعیین کرده، اونم که تقوا هستش، لعلکم تتقون. امید هستش که چون امتهای گذشته شما هم روزه بگیرین و به مسئولیت خودتون پی ببرین و مسئولانه عمل